بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسرون. برادر گرامی جناب دکتر طالب، منصفان محترم، خانم تریجت از مؤسسه البانی، نمایندگان محترم رسانه‌های پویا و فعال کشور، خانم‌ها و آقایان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح همه شما بخیر و بسیار خوش آمدید به وزارت دولت در امور سال. مسرت دارم که امروز زمینه حضور در جمع صمیمی و پرتلاش نمایندگان جامعه رسانه‌ای کشور برای مساعد گردیده و به مناسبت افتتاح کارگاه آموزشی سال برای خبرنگاران در خدمت شما قرار دارد. در تداوم تلاش‌های خستگی ناپذیر در راستای رسیدن به صلح واقعی و با عزت برای ملت در دیده افغانستان، بدون شک راه اندازی کارگاه آموزشی سال برای خبرنگاران آغاز تلاش جدید و گشودن پنجره دیگری است برای رسیدن به فردای بهتر و عاری از جنگ و خونریزی. با وجودی که امروز شاهد نخستین گام‌ها در این زمینه می باشیم، اما این اقدام شروع حرکت در یک مسیر امیدبخش و سازنده‌ای می باشد که مبنای آن را رسالتی عظیم خبرنگاران عزیز در راستای صیانت از آزادی بیان تشکیل می دهد و پیداست که این رسالت از سوی باورمندان و آزادی بیان بر دوش شما گذاشته شده است. ناگفته روشن است که مردم ما از سراسر افغانستان حامی پروسه سال هستند و ختم 4 دهه بحران را در کامیابی این روند می‌بینند. طبیعی است که بدون گشودن دریچه‌های شنیدن از یکدیگر، همپذیری، انعطاف، مسامحه و تساهل نمی‌توان شاهد رسیدن به امنیت سرتاسری و هموارسازی مسیر رفاه جامعه بود. هرچند در 2 دهه اخیر بستر نسبتاً خوبی برای فعالیت رسانه‌ها فراهم شده و این امر سبب تأسیس صدها رسانه در مرکز و ولایات شده است. اما با تأسف باید یادآور شد که از یک جهت ناامنی و از جانب دیگر تاثیرگذاری خشونت‌های جاری بر متن و محتوای آنچه است رسانه‌ها بازتاب می‌یابد وضعیت ناگواری را در این زمینه رقم زده است. با اندوه بسیار امروز شاهد روی آوردن برخی از خبرنگاران نخبه از روی ناگزیری به مهاجرت بوده‌ایم و همچنین در غمی از دست دادن خبرنگاران شجاع نیز نشسته‌ایم که جای خالی آنان در این برهه‌ای از تاریخ کشور یقیناً که یک ضایعه جبران ناپذیر می باشد. برای کاستن از تبعات زیانبار انعکاس رویدادهای غم‌انگیز جنگ و خشونت نیاز دیده می شود که ژورنالیسم سال به عنوان روزنه‌ای برای امید بخشیدن به آینده عاری از خشونت در جامعه مطبوعاتی ما جایگاه خاص خود را دریابد و جای خوشی است که برخی از خبرنگاران رسالتمند و پیشکسوت زمینه ظهوری ژورنالیسم سال را به عنوان یک گرایش نو مساعد ساختند. وزارت دولت در امور سال که بازوی اجرایی روند سال و مذاکرات می باشد، آزادی بیان را یکی از ارزش‌های مهم برای مردم می داند که در 2 دهه اخیر جامعه ما برای گسترش و تحکیم آن قربانی بسیار داده و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متقبل شده است.
این ارزش به سادگی به دست نیامده است که به سادگی از دست برود. ما به آزادی بیان از این جهت باورمندیم که هیچ نظام دموکراتیکی نمیتواند بدون اتکا به آن استوار بماند. رسانه‌های آزاد پل ارتباطی قوی میان ملت و دولت‌اند. صداهای خفته در جامعه از طریق رسانه‌ها رسا می‌گردد. اثرگذاری رسانه‌ها بر مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در عملکرد دولت‌ها بر کسی کوشیده نیست. اینها تنها بخشی کوچکی از ضرورت تداوم آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد می باشد. این ارزش به عنوان یکی از خواسته‌های اساسی مردم در روند صلح به ویژه مذاکرات باید محفوظ بماند و افغانستان پس از منازعه همچنان یکی از بهترین کشورهای منطقه در عرصه دسترسی به اطلاعات باشد. وزارت دولت در امور صلح وظیفه خویش می‌داند که برای حفظ این ارزش همکاری نزدیک با رسانه‌ها داشته باشد و ساختارهای مناسب را به منظور تقویت همفکری، همکاری و همیاری برای دستیابی به اهداف مشترک فراهم نماید. ما در شروع راه هستیم. دروازه‌های وزارت بر روی رسانه‌ها شده است و همکارانم در معینت هماهنگی پالیسی و استراتژی متحدانه در خدمت رسانه‌ها قرار خواهند داشت. اهداف کاری وزارت دولت در امور صلح در مطابقت با اهداف رسانه‌های آزاد، پویا و فعال کشور در راستای تأمین صلح با عزت و عادلانه قرار دارد. از همین سبب همواره در پی تعامل نیک و دوامدار با آنها هستیم تا این بازوان نیرومند را در جهت رسیدن مردم خویش به صلح پایدار با عزت و عادلانه در کنار خود داشته باشیم. به اثر تلاش‌های همه‌جانبه نظام جمهوری اسلامی افغانستان امروز شاهد اجماع سازنده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در روند صلح می‌باشیم. اجماع ما در رابطه با آغاز روند صلح با شرکای بین‌المللی شاهد پیشرفت‌های خوب بوده است، تا جایی که در حال حاضر روی هدف نهایی مذاکرات صلح نیز و اجماع رسیده ایم که روشن‌ترین مصداق آن را در کنفرانس افغانستان 2020 در ژنوا مشاهده نموده ایم. قسمی که آرزوی تمام ملت ما و حامیان بین المللی افغانستان می باشد. مذاکرات صلح افغانستان در مسیری حرکت خواهد کرد که در نتیجه آن شاهد افغانستان متحد، مستقل و دموکراتیک باشیم. لزان سره فصول افغانستان، لنور سره فصول افغانستان او هغه افغانستان چې نظامی د افغانانو دیوه لسیزو ترلاسه شویو ارزښتونو ساتونکي وي دیو آباد او هوسا افغانستان په هیله و من الله توفیق.